میگن در دنیا عالم دوست می‌داشتی؟ اگر بگم من در دنیا علما را دوست می‌داشتم، احترام می‌کردم، خداوند میگه خلاص کنین از دوزخ، برو از جنت که عالم من را دوست می‌داشت است. بعد میگن عالم دوست می‌داشتم، نه دوست نمی‌داشتم. همین مثل بعضی مسلمانای ما امروز مسلمان میگه الحمدلله مسلمان ما نه که دوست نمی‌داره، اسلام دوست نمی‌داره، قرآن دوست نمی‌داره، هیچ را دوست نمی‌داره. خداوند هم تا قلب دلش محکم کردگی است. برو خدا که هدایت نکنه دیگه هیچ کسی هدایت کردش نمیتونه. اگر نه یک مراتب فکر کنی که تو دوست نمیداری بخی صاحب قرآن الله هست، تو در بالای زمینی کی گشتی سای، در تگ آسمانی کی گشتی سای، از آبی خلق کرده کی خورده سای، از هوا اکسیژن کی خلق کرده است که تو نفس میکشی، کی تو را به دنیا آورد، 9 ماه در بطن مادر کی تو را رزق رساند، به دنیا نیامده سینه های مادر تا کی پرشیر کرد. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید، کمی از بیماری خود معلومات دهید، داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. از که گوش نکردن در جوانی عمرشون گذشت، قریبی حالتی مردنشون شد، بعد سراسیمه میشود، بعد به علما داو میکنه، بعد کتابا را میکنه، تو انوانا میکنه که دیگر منبرا و دیگر فرصت نیست، خالی میرود به توشه و به طاعت و به عبادت. یکی در حالتی که تندرست و وقتش خشه دارو کسته پروا نداره که در اون حالت دیگر قدرش کم است. او مستمعن، اگر مستمعن که نشیدین پیامبر صلی الله علیه و او محبن، دوستدار علما بشین. که دوستدار علما البته که عالم دوست داشتن، عالم احترام کردن، کسی که عالم دوست میداره احترام میکنه همچنان است که پیغمبر دوست داشته و احترام کرده است. اما بزرگان خدا میگن که ای کرده وجودی تز یک قطره منی، زینهار مکن به علما کبر منی. یک کسی که وجود تو از یک قطره آب حرام است، یک کسی انسان زینهار به علما کبر نکن، منی نکن. ای کرده وجودی تز یک قطره منی، زینهار مکن به علما کبر منی. میدانی چی گفت مصطفی مدنی، من اکرم عالما فقط اکرمنی. کسی که مصطفی مدنی پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که هر کسی که عالم احترام کرد همچنان که مرا احترام کرد. حتی بسیاری از بزرگان بیان میکنن که فردا روز قیامت یک نفر اهل دوزخ است، فقط الله ذوالجلال یک بهانه میکنه که همه مسلمان از دوزخ نجات بیاورد. بعد میگه خدایا، میگه در جوانیم یک وقت میگه یک عالم پشت کردم میگه و از آب گذراندم از دریا. اکو سالای پیش بوده، حوزی دیگر الحمدلله خیلی آبگذرانی و دیگه چیزا، همه کوپریک ماشین، همه تکنیک ها، هر کجای بدنش تنه همه عالم رسیده باشه در دوزخ نمیشه. در حالتی درس هر یک چوب و یگان تشکی زده باشه جای زدگی عالم خمچکشی است، در دوزخ نمیسوزد. حتی که تا همون اندازه که یک کس بیان میکنه که خدایا میگه من در دنیا میگه یک عالمی تره میگه پاپشیش پیش مونده بودم، میگه اجری همون را بتیم، پاداش همون را بتیم. بین تا همه بهانه به همون اندازه میرود که پرسیش میکنه نکه دوزخی را که مسلمان است و قدر گناهش میسوزه، باید به یک بهانه و خلاص شود دوزخ. میگن در دنیا عالم دوست میداشتی؟ اگر بگم من در دنیا علما را دوست میداشتم، احترام میکردم، خداوند میگه خلاص کنین از دوزخ، برو از جنت که عالم من را دوست میداشت است. بعد میگن عالم من دوست میداشتم، نه دوست نمیداشتم. همین مثل بعضی مسلمانای ما امروز مسلمان میگه الحمدلله مسلمان ما نه که دوست نمیداره، اسلام دوست نمیداره، قرآن دوست نمیداره، هیچی را دوست نمیداره. خداوند هم تا قلب دلش محکم کردگی است. برو خدا که هدایت نکنه دیگه هیچ کسی هدایت کردش نمیتونه. اگر نه یک مراتب فکر کنی که تو دوست نمیداری بخی صاحب قرآن الله هست، تو در بالای زمینی کی گشتی سای، در تگ آسمانی کی گشتی سای، از آبی خلق کرده کی خورده سای،
از هوا اکسیژن کی خلق کرده است که تو نفس میکشی؟ کی تو را به دنیا آورد؟ 9 ماه در بطن مادر کی تو را رزق رسوند؟ به دنیا نیامده سینه های مادر تا کی پرشیر کرد؟ اینو کی را میکنه؟ فقط الله میکنه. یک خدا انسان وقتی که نابینا که کنه هدایت نکنه یگان تیره نمیفهمه. میگه که پرسش میکنه دوست میداشتیم، اگر دوست داره میره جنه، میگه نه دوست نمیداشتم. بعد میگه اگر دوستی داشته که دوستی تو دوستی علامو، بعد میگه یک رفیقی داشتم یک بیرهه دیگر رنگ خدم، همون رفیق بیرهه من هم ملا را دوست میداشت، علامو را دوست میداشت، همون را احترام میکرد، رفتار میکرد. خداوند میگه از دوزخ نجات شدین خلاص شدین که این دوستی این یک عالم دوست میداشته است. ببین تو چی اندازه را محبتی به علما، اگر علما نباشن آخه برادرای عزیز شما فکر کنید که همه علما نباشن انسان دیگه مادرش از زنش فرق نمیکنه. علما نباشن روح از چه فرق نمیشه، فرق کردن نمیتونه آدم دیگه. خب علما هستن که انسان چی از حلال حرام میفهمه، درست و نادرست میفهمه، جایز و ناجایز میفهمه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که چهارم گروهش او محبا دوست داشتنی علما را دوست بود. پنجم گروهش نشه پیامبر گفت که هلاک میشه. پنجم گروهش نه عالمه، نه متعلمه، نه گوش میکنه، نه دوست میداره. همین چهار تا یگانش که نباشه این پنجمش چیه؟ هلاک شدگی هستن. هلاک شدگی که دیگه نه حلال میفهمه، نه حرام میفهمه، نه درست و نادرست میفهمه، نه جایز و ناجایز میفهمه. همی است که میگن عالم به هر دیار عزیز مکرم است. هر دیار عزیز هر دیار در که مملکتی در که عالم باشه عزیز مکرمه، یعنی صاحب احترامه. عالم به هر دیار عزیز مکرم است، لعنت بر آن دیار که دانا بود عزیز. عزیز دیمش به معنای نادر، یعنی که لعنت بر همون دیاره که عالم عزیز نیست، عالم وجود نداره. عالم که وجود نداشته باشه، مسلمان ها در معاملاتشون نکاح دارن، طلاق دارن، قربانی دارن، خیرات دارن، مرگ مرده دارن. وقتی که عالم که نباشه او چی است؟ یک دیاری هست که از رحمت خدا دور و بی‌نصیب هستن. داده همی است که از همین 4 تا باید یک تاشو ما و شما حرکت کنیم که داشته باشیم. حالتی بزرگوار میگفت که نداری تاب بر یک زخم سوزن، چگونه تاب میاری به گلخند. یک زخم سوزن تابش نداریم در دنیا. علنگه و تشت دوزخ چخیل تابش داریم، طاقتش داریم. نداری تاب بر یک زخم سوزن، چگونه تاب میاری به گلخند. و هر بنده وعیدی حق نظیر است، خداوند دیرگیر و سختگیر است. مگوی بنده فردا آب نوشم، پس از پیری با کار خیر کوشم. به بوی پیری چندین نوجوانی، برفت بی توبه از این دور فانی. الله ذوالجلال از همین 4 گروهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وعده کرد، خداوند ما و شما را نصیب کنه که از همش ما هر 4 باشیم. از پنجمش خداوند در پناه اسمت خدا پناه طلب میکنیم. و الله ذوالجلال خاندان برادرمون که برامون پرفیض و برکات بگردونه و خداوند باز اینا پدر و مادر و اولادا و عمت برادراشون عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا کنه و باباشون شخصیت های بزرگ خداوند بابای داملو محمد علی را رحمت و مغفرت کنه و خداوند با نبیراش هم مثل خودش همین خیلی آدم با فیض با برکت عالم بگردونه و همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کنه و این سرزمین تاجیکستان عزیزی ما و شما را هم خداوند پر از خیر و برکت کنه و آفت‌ها را نیست بگردونه و همه مردم خداوند توفیق و هدایت عطا کنه و این بیماری که امروز در این ملک ما اومده است خداوند سرزمین ما از سر تمام مسلمانان روی دنیای بیماری را خداوند برداشته نیست نابود بگرداند. ربنا تقبل دعاءنا واغفر لي يا رحمن. اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از خداوند بسیار بسیار مهربان، به نهایت پوزش پذیر خواهان او هستم که خداوند این نشست ما که بسیار یک نشست خیره، بسیار یک نشست نیکه، یک نشستی که از دیدار یکدیگر برخوردار میشیم، از آفریدگارمون یاد میکنیم، از کجا آمدیم، باید چی کارها را انجام دهیم، کجا میریم. این نشست های ما و شما گفتگو در گرد همین دارد و خدا برکت یا این دادر ما عبدالرحمن که حقیقتا بچه بسیار محیب های، بسیار بچه مخلص های. انشاءالله گمانی ما هم همیه که اگر جوانای ما امروز وقتی نشستن در گرد یک اهل علم و دانشمند و دوست بدارند، این جوانها در جامعه ما از زمره جوانهای خطرناک نیستند و علاوه خصوص باز چگونه که استادم اینجا از کلانترها و از بزرگان این اولاد یاد کردن، الله مهربان همگانشون رحمت و مغفرت کنه و علاوه خصوص عبدالرحمن پدر و مادرش که در قید حیاتن، خدا دوام حیاتشون هم نیک خیر کنه. این مهمون ها را هم خدماتون در الله مهربان حسنات نویسه و وطنتون و وجودتون خدای مهربان بیدار کنه، محبتاتون اخلاصاتون او با دین خدا زیاد بگردونه. برادرای عزیز و گرامی، من یک حدیث پیامبر